اگه عاشق ایران بودی الان وضعیت مملکتی نبود. اگر دنبال چیزی بودن از کجا مطمئناً بارو جای خالی نکرده. کی مسئولیتشو قبول میکنه؟ این کی هست؟ صاف کن ببینم. جناب کی هست برای خودت دستور میدی ها؟ نباید همه این جزئیاتو چک کنی. شما از کجا اومدی که همش داری همه چی چک میکنی؟ به تو مربوط نیست. هر چی لازم باشه چک میکنم. اینقدر بیخ گوش من وز میکنی میره تو مغزم. برو بیرون همه چی رو با همه چک کن. نمیشه که همه قوانین مملکت رو به هم بریزی فقط به خاطر اینکه به اون چیزی که میخوای برسی. چی میگی؟ تو چی میگی؟ باش. برو به اون که فرستادت بگو قضیه همیشه بر من حیثیتی بوده. شما اگه عاشق ایران بودی الان وضعیت مملکتی نبود. حالا برو همه چی با همه چک کن. شما خدا ببینم. اینم بگی دستت کسی خواست بیا تو بزنش. توانست هزاران هزار کشته را در جای کشور عزیزمون به جای بگذارد را خوند. بالاخره یه روز اتفاق میافته. وقتی دارم تو کوچه قدم میزنم یا یه گوشه نشستم یا دارم تو خیابون رانندگی میکنم، حس میکنم یه اسلحه پیشونیمو نشونه گرفته. کمتر از 1 ثانیه طول میکشه، ولی تو اون 1 ثانیه فقط دارم به این فکر میکنم که کاش یه جوری بزنه که مردم صدای شلیکو نشنون. صدای شلیک بد جوری میترسونتشون. زندگی کردن تو وحشت حقشون نیست. قرار بود جنگیدن فقط سهم ما باشه. اصلا کاش وقتی بزنه که رو دامن دماوندت باشم، یا وسط خزرت، یا خلیج فارس، یا یه جایی که تو بیشتر از همیشه با هم بودی. بزنه و همه این کابوسا رو تموم کنه. فقط خیالم راحت باشه که همه تو خیابونا دارن راحت قدم میزنن و میگن و میخندن. اون وقته که دیگه منم آروم میشم، یه دل سیر بغلت میکنم و راحت تو خاکت میخوابم.